yatsam bulurum seni uğrar. Kırk bin sene mahpus yatsam bulurum seni uğrar. Yandım aney, öldüm aney, yağlı kurşun. Zeynep. 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 Yandım aney, Çeşmada bırakacağım. yağlı kurşun. Zeynep. खुदा दुआ सोना दे तू सिहात में शब محکم نکنه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. Zeynep. 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 شما در کجا بودید؟ چرا زینب رو تنها گذاشته؟ سیرادان ما رو محاصره نمودن طاهر من دور نجات یافتم. زینب معلمم زینب دیلا سوزندار رو آماده کن. دکتر احوال زینب چطور است؟ زینب چشمانت رو کشو، چشمانت رو کشو دخترم چشمانت رو کشو. برو برای کشو چشمانت رو. در اینجا نیست برای همه تو روی زودتر برای دیلا نبزش رو سنج.
آقای طاهر نبضش گم شده. زینب خیز. وقتی که اون بین مثبته هجوم کرد، وقتی که زینب را پراند، شما در کجا بودید؟ چرا زینب را حمایت نکرده؟ در ما را محاصره کرده بودند آقای خان. انشالله آقای دکتر معلم را صحت میکند. این راست است که شیله دوران زینب را پراندند. من گفته بودم که روز این مکتب به سرتان بالا میآورد. زینب به گفتم گوش نکرد. انا دیده جانش را از دست داد. یک کم نزن رئیس نمد. من چی گفتم آقای حمید؟ اتحالم آقای حمید رفته. شد تمام. من چی دور آرام شما میومد. زینبم در دم مرگ است. تو چی ها میگوید؟ زخم نشوید آقای حمید. انشاءالله زینب صحت میشود. انشاءالله. زینب چشمات را گشا. زینب خواهش میکنم زینب. آقای طاهر آقای طاهر زینب مرده است. زینب مرا تنها پرتافته نرم. زینب نمیره. دیلا با اون نگاه کن. تبسم میکنم. آقای طاهر بس کنید. دیگر کاری کردن نمیتوانید. نرم زینب قربان شوم. مرا تنها پرتافته نرم. Gdilo gdilo lo lo gdilo lo 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 re gdilo lo gdilo lo gdilo lo 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 gdilo lo lo gdilo lo jadalo lo led beverana gunde meddu نبینم گل سوسن سارنای چوینم ما خود دکم تجار سر دلینگه دل خود کسی نبینم امان
اجا به دست تا و من گوش کنید تا همه شما رو یک یک و قتل نرسانم از دیهر نمیروم فهمیدید؟ مسون خاری سون قسم سر دلالینگه دل خوان تو کسکین حوینم لمن دل ندی سر دل خوانو خوبی ترای هی لیل دینه گنده من دور البرچیای رد برای ما خواده دکم چاوه گریبرین سرای ما خواده دکم من تو چاره دل ندی سر دلیلو خوب ترای ویلا گدیلولو 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 گدی ترای وزیرو کی فوزه پول پول سوار بم بتر مالا باوه تفیابم لیلی رو کی فوزه پول پول سوار بم بدر مالا باوه تفیابم ورق دی چاره هی لیلی توش غای چاوه منی ما خواهده دکم تو دیرگا دل منی لیلی دینه ما خواهده دکم چاوه گریبم بتر مالا باوه تفیابم لیلی رو کی فوزه پول پول سوار بم بدر مالا باوه تفیابم ورق دی چاره هی لیلی توش غای چاوه منی ما خواهده دکم تو دیرگا دل منی لیلی دینه تو زمانه دل منی إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا آقای دکتر سلاح دارم و دهه حاجت رفت هجوم کردم آدم‌های زیادی را زخم کردم همه به اینجا میان آقای دکتر بیچاره‌ها در حالت ناگوارند مجبور شدم که دیه را ترک کنم آقای دکتر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
ایسته ایسته. چی گپ شده است؟ آی خدای کریم، کشتن. در انتخابات به طرفدار ایما آواز ندادید، گفته به ده همون هجوم کردن. ما نیز به دهه شما آمدیم. آی نامردها، کاری کرده آنها را بینیده؟ رئیس بین آدمون یک مایلش من رفته حالا یگان جای میابم. دیلا خودمون باشیم، بیماران رو با هم بار میبریم. رفتیم همونجا مجروحان رو تبابت میکنیم. کمک کنید بیماران رو با هم بار برید. کمک کنید بچه ها یارینی بیایید آهسته نگالتی آهسته. یلماز این کار با 2-3 نفر نمی شود. ما تنها با سلاح آنها را بازداشته می توانیم. چه گفتن می خواهی طاهر؟ جنگ اساسی اکنون سر می شود. هجوم میکنیم سینا؟ بزن گیر. سربازان حالا هم در دهند ایتین. چند روز گذشت حالا هم نرفتم. میروند. من بچه خیلی که معلمه را به قتل رساندم، دکتر را هم به قتل میرسانم. در حالی که سلاحداران نزدیکانمان را نابود میسازند، خانه و درمان را آتش میزنند، کودکانمان را مجبورن به کوه میبرند، ما همی که آرام نشینیم. نه، دیگر نزد آنها سر نمیفراریم. بر ضد آنها میبراییم. تا جان در بدن داریم مبارزه میبریم. اکنون با من بگویید، آبرو و ناموس و خاکتان را قربانی تشکیلات کردن میخواهید یا اینکه با آبرو و ناموس مردن؟ از آنه که نزد آنها سر میفرارم، با آبرو و ناموسم میرم بهتر است. من هم موفیز میخوام پدر. انتقام یپم رو میگیرم. نه پسرم، شما حالا خوب. ما از مرا از اینجا برد. شما را نیز به خط گرفتیم و ما همراه میشده. سلامت باشه. تشکر. سلامت باشه. تشکر. سلامت باشه. دلا یلماز مرا عفو کردن. برای پشیمان شدنم دولت عفو نمود. اکنون آزادم. خدا را شکر. احوال زخمیان چه خیلی است دلا؟ از دیروز دیده کمی بهتر شدند. یعنی تو هم با اونها همراه شدی ها؟ من هم میشوم و من سلو دهید اون بیناموس ها رو نیست نابود بکنم. کزبان دیوانه شدی؟ چه خیلی بهتر است رفته خمیر کن. از تو محافظ نمی براید. خدایا توبه توبه توبه. یادای چوپان در رو برایت سابق سلاح به دست جسور ایستاده است. تو خودت را که نیسابی. سلاح به دست گرفتم گفته خودت رو قهرمان حساب کردی. تو حتی سلاح رو داشته نمیتوانی کنیم به من ده. سلاح را ده. من باید بیشتر داشته این سلاح را نشان میدم. ده عذاب ده دستت رو سرده. سرده. زنی بیچاره دو نبیره داشت. همراه دامادش نبیره هایش رو نیز پروندند. با او باشد سربازان کشتن گفتند. دخترش به تشکیلات همراه شد. بیچاره حالا هم بازگشت آنها رو انتظار است. آنها برمیگردند میگوید خلاص به زور او را آوردیم. اگر از توش نمیرفت آورده نمیتوانستیم. دلا
برای فشارش رو پس کردن یگان دارو هست؟ نیست آقای طاهر. در انبار هم دارو نمانده است. چه نمانده است دیلا؟ دارو کم است، به همه نمیرسد. باید هر چیز زودتر فشار این زن را پس کنیم. غیر از این فشار یک چند بیماری دیگر نیز بلند شده است. من با آقای شهباز روی خط داروها رو دادم. امروز یا پگاه میرسند. امیدوارم که در وقتش میرسند. وگرنه خانه بیاز رو از دست میدهیم. من در کجایم؟ به راهم می آیند. دخترم می آید. من باید به خانه روم. آرام شوید، آرام شوید. خانه بیاز آرام شوید. شد تمام. دیلا خانه بیاز. دیلا بدارو فشارش پس نمی شود. طاهر، همه در قهوه خانه جمع شدن. بیا رفتیم. دیلا خانه بیاز رو به نظارت نمان. مایلش. مرم دخترم. یک، دو، سه، چهار. خوب مست کنه. یک، دو، سه، چهار. این چه روز است؟ خزر اصل اینا. دعوا میکنم. یک، برو دو، سه، چهار. من همین تا خوبتر مست کنه. خاموشیست. باز نفهمد. تو هم کدر راده هم نگویم. یک هفته شد. اکنون خودت مست کنه. سربازان از دهان نرفتند. کی میرفت باشند؟ سینان. بله. خوشابت سینان. سربازان دهان ترک کردند. چه گفتی؟ ترک کردند؟ بله. مرا جمع کن. تو رو نابود میکنیم. زودتر باش. ایتن. و من گوش کنه. نشنمید مرا. گوشتنی تو هم گوش کنه تقیه. آماده باشه. سربازان از دهر رفتند. با این قدر آدم دهر را محافظت کردن نمیتوانیم. طاهر راست میگویی یلماس. به من گوش کنید. شما از فکرتان گردید. بهترش با آنها صلح بندید. مردم دهر را در یک جا جمع کرده. آنها را محافظت میکنیم یلماس. فهمم. اینقدر آدم را ما در کجا پنهان میکنیم داماد؟ برای نفسم جای به خطر انبار است. با آنجا تنها یک راهی درآمد است. همانجا پنهان کرده با سینان زد و خورد میکنیم و همین طور آنها را از سینان محافظت میکنیم. شما چی کار کردنتان رو میدانید ها؟ گویا با سلاحداران غالب برآمدن آسان باشد. سینان دیگر از دهن نمیرود. فهمیدید؟ نمیرود. کاش که نرود رئیس. من بعد امکانیتی با سربازان در تماس شدن را داریم. اگر سینان در ده هماند سربازان او را دستگیر میکنند. طاهر نقشه کشیده‌ات خوب است، لیکن برای این کار باید پیشکی از آمدن سلاحداران با خبر شوید. در بیرون ده نظارتشان را میگذاریم یلماس. شیربچه‌ها برای حمایت ده آماده شوید. برای شما نیز وظیفه بزرگ در پیش ایستاده است. آماده. یک باری دیگر فکر کرده بینید. از خاطر نبرارید که خونی زیاد میریزد. باز نگوید که نگفت. بس کن رئیس. آنها خون دختری مرا رساندند. چه این کار از آب به جزا ماند؟ خیر. آقای امید، انتقام زینب را انشالله میگیریم. انشالله پسرم، انشالله. انا عیناً موافق خودم. چرا نزی الدوزاری کردم؟ سلاح ندهی نده. گویا خودم نداشته باشم. های ریزمان این رو چکار میکنی؟ کنی در جاش گذار. از این پس من هم مبارز میشم پدر. آن به ناموس ها را زنده نمیگذارم. دیه را حمایه میکنم، شما را حمایه میکنم، خودم را حمایه میکنم. تو دیوانه شده ای بگر. چکار میکنی؟ سلاح را با من ده. دختری بی عقل کدام بی ناموسان. چخل محافظ، چخل مبارزه. پدر میگویی کنی را به من گوش کنید پدر. زود برا. سلاح به من لازم است پدر. سلاح به او لازم بوده است. به جای سلاح گرفته رفته خوراک پس. سبیل به تشکیلات زمین برآمدند. خواهید دید سبیل در کجا در کجا موندم یافتم.
الو سینون. الو سینون. الو تو چون بلا زند چرا کار نمی کند؟ ای سبیل 8 6 3 2 1 الو ها من رئیس شهباز و من جناب سبا لازم نیست؟ فهمیدم کی میآید گفتی؟ فهمو میلش شهباز زدت گوی سینان خفه نشو دیگر از دستم هیچ کار نمی آید میآیند اومد بیا علی رفتم زودتر سلاحداران میآیند زودتر باش دخترم زودتر باش زودتر پنهان شدن لازم آقای طاهر چی شد علی؟ سلاحداران آمدن؟ ها آمدند سلاحداران با ده هجوم میکنند چی؟ حالای بیاز را چیکار میکنیم؟ بیچاره حالم به هوش ناآمده وقتی زیاد نداریم او را در دیگر روش را پنهان کن به این هم به این نزدیکی ها به هوش نمیآید منش آقای طاهر زود باشید گذارید گذارید بدرون زودتر باشه خوب هستید خانم زیلال زودتر اینفورماسیون به همه تقسیم کن قرآن است در درون خانه دخترم همه با دقت باشید انا این سلاح را گرفتم گردید زودتر همه جا را کابید کجا شدند در خونه ها هیچ کس نیست اینا چگل هیچ کس نیست مردم دیه نیز نیستن سینا کنی گویید این آدمان کجا شدند باز با ما دام نگذاشته باشند با من گوش کنید تقسیم شوید همه جایی ده را کابید یکان جایی ندیده نماند روید زود روید تو بران طرف بسیار باشه با دقت باشید آقای حامد شما با عقب روید گذارید در اون طرف ایستید برادر سلاحت را بردار بگویم بیشترم تو سلاح نداری انا این رو بگیر دلم
الهی. با من گوش کنید، با اون طرف روید. لیکن آن دو را از نظر گذراند. دیگران با من بیایید، زود باشید. شوری راز دست دید بچه ها. کابید، همه جا را کابید. زودتر باشید، زودتر. کابید، همه جا را کابید. مرا دخترم ابراهیم پسرم مرا ابراهیم مادر جون در کجایی مرا دخترم کسی نیست سینام چخل نیست ها همه جا را نزدک گفتی ها در آنجا هیچ کس نیست یعنی در اونجا هم نیستن چخل نیستن در کجا پنهان شدن ها سینام جایشون را یافتم در کجایم همه آدمانی دیه در یک جا جمع شده کمین گرفتن همهشون مسلحند سینام مسلح شدند زود باشید با من بیاید زودتر از پس من بیاید مادر خواهینان آمدند به همه گوی قرآن را گشاده خوانند دعا خواندن دیگر فایده ندارد همه همون رو میکشند باز شرم نداشته با ما سید میبرند های به عقل ها همه اتان را نیست و نابود میکنم به من گوش کنید سلاحتان را یک سو گذاشته آن بیتا رو به من دهید یلمزی خواهین را هم دهید همه اتان را عوف میکنم بهترش تو به آدمانت سلاحتان را گذاشته تسلیم شوید سینام آی دکتر این خوابت را به آب گوی آتش نترسید پرانه خواهیلان رو دین نداره پرانه خولا جون با درون داره پرانه بچه ها خدایا به همه شون قوت و جسارت بید بالای ما برای زودتر پرانه بچه پرانه یونماس آنها در بالای ما بست پنهان شوید همین جاییست
جهان را نبردم. اینا نگریزن. هرانید. اینها از کجا پیدا شدن سینان؟ فواد با آدمانش به کمکمون آمده است. ما را محاصره نمودم. سینان هممون رو میکشن. بیا گریزه رسیم. گریزه تو وقت میگردید. بسر باشد. حالا میشه همتون را کیف میکنم. برادران پرونده رو بس کنید. سیلاداران گریختن. алдо мурод ба захмиён ёридед аз пасашон равед خوب هستی خوب هستی؟ بله خوبم اکا جان شما زخمی نشده؟ برایید خدا را شکر. نه عمر جان خوبم شکر خوبم. تو در وقتش آمده فهد. آفرین. ما را دیده؟ فهد نرس کردی که آمده. راهی گریز را خدا از گریزی باشد. خدا را شکر. همه فکرهایش را بیان کند. تو سر کن. این کار ما نادرست است. در وطن خود خویش و تبار و نزدیکان خود را به قتل میرسانیم. روزی میرسد که این تیرها برگشت خودمان را هلاک میسازد. شده کنون خودت را رنج نده. خواهین خیلی که میبینید سبب مغلوب شدنمان همین گونه آدمانند. عاقبت خواهین مرگ است. هوشتان را به سرتان گیرید. جسدش را گرفته در سری راه سربازان گذارید. در اطرافش باشد می نگذارید تا از او فایده رسد. برید او را ایتار باشید. اکنون چی کار میکنیم؟ دیه را به محاصره گرفته رابطه‌اش را با بیرون قطع میگردانیم. هر نفری که وارد دیه میشود یا از آن بیرون میبراید و قتل میرسانیم. دیه را محاصره کردن کاری آسان است، لیکن دکتر را چی کار میکنیم؟ گپ زن سینان. پروا نکن ایتن. مرال اینجا بیا. گوش میکنم سردارم. تو جنگاوری خوبی هستی. حالا باشد و تو یک وظیفه مهم میدیم. امر نمایید سردارم. وظیفه نابود کردن دکتر را به تو میسپارم. سینان مبادا به نزد دکتر نرسیده او را دستگیر کنن چی؟ او لباسش را عوض میکند. بیمار شده و بنگاه تیبی میرود. من در همانجا دکتر را میپراند. گیر مرال همه تیرها را وطنش خالی کن. دکتر زنده نماند. رو اکنون همش را خالی کن. یکان تیر نماند. من روم پسرم. در خانه کسی نیست. حاضر همه اشان بر میگردند. شاید گرسنه باشند. ندیره هایم می آیند. مرالم می آید. این بود می آید. شد حالا بیزرایم. هیچ گپ نی. اول شما سیاد شدید. من خوبم پسرم. خودم را خوب حس میکنم. مانید که روم. در پسی در نمانند. ندیره هایم خورد سالند. در بیرون خنوک میخورند. با مرگ نبیره هایش باوری ندارد. بله باوری ندارد. داروها چی شدن دیلا؟ رئیس گفتن که داروها در راهند، لیکن کی رسیدنشان معلوم نیست.
پدرم شما را جر زدن آقای تویر. سرداران دهه های همسایه جمع شدند. پدرم خواهش کردن که شما را نیز جر زدن. مایلش من حاضر میروم ملی جان. دیلا از پای داروها باش. باز یکم خوشی نشود. مایلش. جناب سبا به سینون فرمان داخل زنگ زدم، تلفنش کار نکرد. گوش کنید، یک نفر از شهر دارو می آورد، از طرفی دهه قزلکیه به دهه می دراید. بله قزلکیه. همشیره گفت که اگر داروها نرسند بیماران زیادی را از دست دادن ممکن است. خیر. پدر شما چه ها میگویید؟ با تشکیلات همکاری میکنید؟ بس کن. همه با امید آن داروهایند. چرا این کار میکنید پدر؟ چرا میکنم؟ به خاطر تو میکنم دختری به عقل. به فکر من تو رو چیتر نجات دادم. چیتر نجات دادم. کاش نجات نمیدادید. از شما بریم پدر داشتنم. بس گفتم بس کن. اگر در این باره دهان کشایی زبانت را میبرم. فهمیدی؟ میبرم. اما سینان آدمانمون همه راههای دیه را بستند. به خبر از ما حتی پرنده به دیه نمی دراید. نغز الو ها جنابی سبا گوش میکنم. یعنی داروها در راهند. فهما سلامت باشید. ایتین بعد هی قزلکیه میرویم. از شهر دارو میآورند، آنها رو میگیریم. رفتیم. ایتین راه کرد با من بیایید. رفتیم بعد هی قزلکیه میرویم. هر قدر ما خاموش بودیم آنها بیشتر ظلم کردند. لقمه دهان و زن و فرزندانتان را صاحب شدند. برای آزادی خلق مبارزه میبره، میگویند خودشان خلق بیچاره را به قتل میرسانند. همه گونه ظلم و بیرحمی را روا میبینند. هر نفری سخن حق را گوید او را نابود میسازند. خلق ظلم و ستم را هیچگاه نمیپسندند. خلق را با زور سلاح طرفداری خود کردن نمیتوانند. خوب کردید که در انتخابات با آنها آواز ندادید. البته، لیکن اکنون ما چیکار میکنیم؟ ما دیگر طاقت جبر و ستم تشکیلات را نداریم. راست میگویی. من به خلاصه آمدم که مردم دیه را جمع کرده دیه را ترک میکنیم. دیگر چاره نداریم. اصلا دیهاتان را ترک نکنید. این خاک از آن ماست. خلق هم طرفدار ماست. در نزد دوست خائنی نابکار سرفرو نآرید. برادران، اگر به شماره موی سرمان سر داشته باشیم، هر روز یکی اش را بریده پرتاین، باز هم نزد این خائنان بیناموس سرفرو نمیاریم. برادران، اگر ما گریزیم، خون معلمه زینب بی جواب میماند. خون همسرم برفین و خون خاله گوزل بی جواب میماند. گوش کنید. دهه آبی کلان برای مبارزه بر ضد سلاحداران آماده است. معلمه زینب شهید شد، لیکن مکتب باز گشوده می شود. این دفعه یلماس معلم می شود. ای دکتر، مانید همین گفتان را. گوش کنید جنابان، سینان اگر فهمد هر روز به این دیه هجوم میکند. هر روز. رئیس، پس چیکار کنیم؟ کنی گوی؟ من از کجا دارم آقای حامد؟ گفتنیم که اگر ممکن باشد با آنها سر به سر نشوید. اگر خواهید من رفته با آنها میگویم، با آنها مصلحت میکنیم. شما کیستید؟ شما طرفداری کی هستید که رفته با آنها صحبت میکنید؟ یا اینکه طرفداری آنهایید؟ گویید ما هم داریم. دکتر، چرا این کارو میگویی؟ در آمد گپ نخواست از دهانم برآمد. یعنی که من نخواستم که خونریزی شود. اکنون تیر از کمان جست رئیس. تا سلاحداران را از این خاک ریشه کن نکنیم هرگز پس نمیگردیم. برادران، پسرم طاهر درست میگوید. همه دیها یک دل شده با آنها مبارزه میبریم. این سرزمین از آن کیست؟ از آن ماست؟ برادران، مادامی که از آن ماست، پس تا آخری قدره خونمان با آنها مبارزه میبریم. ما به این هم طرفدار شماییم آقای خانم. سلامت باشید، سلامت باشید. شما چی فکر دارید؟ من با مردم دیها گفتگو کردن میخواهم. این طور باشد ما هم مصلحت میکنیم. با ما اجازه. بیایید من شما را گسیل کنم. مرحمت گذارید. مرحمت کنید. شما یگان خواهش دارید حاجی اشرف؟ آقای مسلم،
آقای حامین مرا مهمان میکند. یگان خواهش ندارم. در امان خدا باشید. مهمان میشید آقای مسلم. خدا نگهبان. خدا خیر سفید. یگان خواهش دارید حاجی اشرف؟ برای مهمانان خورات پخته بودم. من تکلیف کردم ینگه، لیکن اونها رد کردند. ینگه گلی شما برگشتید. چیکار کنم پسرم؟ پس از شنیدن خبری مرگ زینب گویا روح از بدنم جدا شد. زینب رو چون دخترم میدونستم. آن خنده هایش، آن ینگگویی هایش از پیش چشمم دور نمیشود. کاش امکش همینجا بود، لیکن نیست. ای خدا به ما مدد رسا. شنیدم که یک سلاح دارو پروندی همه درباره تو حرف میزنند. یعنی الدو این دیه بطبری قهرمان میفهمد. نمیدونم قزبان، سلاح که گرفتی یک کس را میپرانیده. اگر پدرم اجازت میدادند تمامی مردمی دیه قهرمانی من را با چشمان خود میدیدند، لیکن افسوس پدرم سلاح را از دستم گرفتند. های الدو، چرا از پسی دختر منیگری عیب نیست مگر؟ چرا جنگ میکنی؟ فکری بد نکن. آن دختر از دهه خودمان نمود، برای همین نگاه کردم، لیکن رویش شناس مینمود. برای خیزبان دیکن نگاه کردم. بهانه زیاده است. از کجا میبود؟ معلوم که از دهه حاجی اشرف. بس کن الدا، ببر نگاه کن. پیش درو. تو هم بیزار کردی ده قزبان. کودکانش بیمار شدند. به نزد دکتر میبرم گفت. بعد خبری ناخوشی رسید. گویا سربازان آنها رو کشته باشند. باور نمیکنم گفتم. سربازان این کارو نمیکنند. دخترم گوش نکرد. این نیز مادرش جیگرش میسوزد. رفته با تشکیلات همراه شد. من میدونم که نمیره هایم نمورده اند. صحت و سلامت به نزدم برمیگردند. دخترم هم می آید. در خوابم دیدم همه‌شان برمیگردند. اگر با مادرم رو پرشم چی؟ چاره دیگر ندارم. من باید این کار رو کنم. خانم بیاز چی حال دارد؟ به عکس دخترشان نگاه کرده میگیرند. البته میگیرید. درد و غمی او را از همه زیاد من میفهمم دیلا. راست میگویید خاله جان. مرحمت. به نزد آقای دختر اومدم. او حالا نیست. من به شما کمک میکنم. چه شکایت دارید؟ به من آقای دختر لازمه. مرحمت گذشته شین دخترم. دکتر حاضر میآید. شینید. بیا. وقتی که آقای طاهر اومدن شما رو معاینه میکنن، لیکن باید اول چه شکایت داشتنتون رو به من بگویید. شکر که اومدی پسرم. چی شد مادر جان؟ برایت خواطر شدم. خواطر نشوید مادر جان. گوش کن. این آدمان به تو باوری و اعتماد دارند. هر کاری میکنی با دقت کن. به راه برآمدی پس نگرد. برای چی سلاح نمیگیری؟ باید خودت را محافظت کنی. اکنون نه تنها من بلکه همه این آدمان به تو امید دارند. مادر جان، من همش رو فکر میکنم. به سلاح هم از این کار میبرایم. در برم بودنتان و برایم دعا کردنتان کافی است. خدا مددگارت باد پسرم. خدا تو را در پناهش نگه دارد.
دیلو لبای آقای طاهر داروها رسیدن؟ حالا هم نرسیدند. آقای طاهر این دختر بیمار است. چی شکایت داره؟ نمیدونم به من نگفت. خدا شفا دید. چی شکایت دارید؟ نه پرو سرده اسلام رو سرده گفتم بس کن سرده تو هم یکی از سکوی سینونی ها؟ جغون تحتون رو زنده نمیمانم ظالم ها. مادر نپرانید بامدی. چرا اینقدر غوغا میکنید؟ دخترم مرا؟ مادر؟ مرا دیرا کمک کن زودتر مرا مادر جان با شما چی شد؟ یعنی تو دخترش هستی؟ مادرت بیمار است. از دست شما بر اینها پدر و مادران و این حال میافتند. دیلا چرا این کارو کردی؟ برای من حیاتت رو زیر خطر گذاشتی. من رفته به یلماز خبر دهم تو اومده دختر رو برد. قریب بود به خاطر من شده. من همینجا بهتر است. بیارید رو. اینجا بیا. شما مرا میکشید؟ نه تو رو به سربازان میسپاریم. لیکن اول نقشه های سیاهی برای این دهه کشیده سینان را به ما میگویی. میمیرم و به تشکیلات خیانت نمیکنم. تو گمان میکنی که به خلقت خدمت میکنی؟ مگر خدمتی تو به دهه خود هجوم کرده خویش و اقربای خود را کشتن است؟ ببین من هم مثل تو انسانم. من دکترم. اگر مرا میکشتی بیماران به دکتر مانده هلاک میشدن. در بین آنها مادری تو هم هست. همتان دشمنید. خائنید. شما زرخریدان دولت هستید. فهمیدید؟ تو متراگیر خائن از تویی. تو چه فرزندی؟ مادرت برای تو شده بیمار است. اگر داروها در وقتش نرسند مادرت میمیرد. تو باشی پروا نداری. تو چی ها میگوی دختر؟ من او را به این حال نآوردم. دولت او را به این حال آورده است. مان این سفسطه ها را. دولت او را به این حال نآورده است. او خیلی بیمار است. همیشه نام تو را میگیرد. تو را انتظار است. تو این را میفهمی یا نه؟ احوال مادرم چه خیل؟ فشارش بلند است و متاسفانه پس نمی شود. اگر داروها در وقتش نرسند پافتیدنش ممکن. در اینجایی است. اطاعت. سینان آدمانمون آمادند. من اکنون آمدنی داروها را انتظار می شویم. بیار الو گوش میکنم جنابی سبا. گپ زنید. شما چه ها میگوید جنابی سبا؟ مرا را دستگیر کردن؟ دختر را کشتن نتوانست؟ خیلی شد خیر. گیر خدا جسدت را دهد ناهوده برا. یکان کارمان برار نمیگیرد. چطور آرام شوم. یک دختر را کشتن نمیتوانیم. هر دفعه نجات مییابد. این دفعه با دستانی خودم او را میکشم. بوغی کرده میکشم. البته چرا این را فکر نکردم. چی شد سینان؟ البته اگر سگ هم بیمار شود این دختر به کمکش میرود. همین طبعی. همه با من گوش کنید. رفته داروها را بیارید. مرا فهمیدید؟ فهمه سینو. ما میرویم. شما این کار را حل کنید. از عهده‌اش برآیید. پروا نکنید سینو. چی گپ هست سینان؟ هیچ چیز را نفهمیدم.
و دکتر دام میگذاریم ایتین و نزدی بیمار میآید و بعد میترکد راه گردید میرویم. کسی با دخترتان ضرر نمیرساند، شما خواطر نشوید. قربان نشوم پسرم، با او صحبت کن، دخترم به خانه برگردد. مایلش خدا، زیغ نشوید، دخترتان به نزدتان برگردد. خدا از تو راضی باشد. او را به کجا بردن؟ او رو در آغل آقای رفیع محکم کردن. آقای طاهر هم در آن جویند. خاله با شما گریه کردن و زیغ شدن ممکن است. شما کمی استراحت کنید، خدا خواهد همش خوب می شود. دیلو دخترم، تو چنان برات را دوست می‌داری که حیاتت را برای او زیر خطر گذاشتی. قریب می‌مردی. خواهش میکنم اینطور نگویید، شرم می‌دارم. برایم چنان نگاه کرد که گویا همه چیز رو فهمیده باشد. نه دخترم، نفهمیده است. خودت را بیهوده عذاب ندی. اگر میفهمید من حس میکردم همین طور زیق نشو دخترم، او نفهمید. اگر فهمیده باشد از شرم میمیرم. حالا در بالای قبر زینب سبزه ندمیده است. اگر یگان کس شنود مرا طعنه میزند. چطور برای مردم نگاه میکنم. شرم میدارم. پسرم تو همینجا بودی؟ بله همینجا بودم مادر جان. تو به کجا می روی پسرم؟ به نزد بیماران می روم. او شنید، همه سخنانمان رو شنید خاله جان. دیلا دخترم، برات از هیچ چیز خبر ندارد، خودت رو عذاب ندی. این چه می شود؟ دیلو، غیر از این مادرم هم همه چیز رو می دانم. طاهر؟ فؤاد؟ با تو چه شد؟ احوالت خوب است؟ هیچ، تنها به فکر فرو رفتم. دختر با گپ در آمد طاهر. سینان دو نقشه داشته است. یکیش تو رو کشته. میدانم. دویمش باشد دیه را با محاصره گرفته رابطه امان را با بیرون بستن است. اگر دیه را با محاصره گرفته باشد داروها به دیه نمیرسند. باید پیش از سینان رفت داروها را گیریم. ما چه گناه داریم؟ ما با تو چی کردیم که ما را عذاب میدی؟ خاموش است ابله، خاموش، دهانت را پوش. اما این پنهان شده. بیا اینجا بیا. من همین بابام لازم. تو چی نام داری؟ مظفر. از این پس نامت مظفر نی و میرزا. گوش کن میرزا، با تو یک وظیفه میدیم پسرم. آن را اجرا میکنی وگرنه پدر و مادرت را میکشم. دیدی اولتون را نابود میکنم. فهمیدی؟ کاری باید میکنم کماندان. حاضر دویده به دهه آبی کلان میروی. از بنگاه طبی دکتر را یافته میگویی که پدرم بیمار است، در حال مرگ است و زود دکتر را گرفته به اینجا میاری. فهمه؟ به اینجا گرفته میاری. خوب شد از کماندان. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. مرا محبتی تو کشت، منم اسیری آن نگاه. با چطلگو مرد تیسا نکنه، عجب کاری خطا کردی مرا از خود جدا. درد خوشی دست به دست جانم جیگر خفه نشم عادت در کاری در کار. از خدا میخواهم از غم ها جدا باشی. آیم دارم با درد و غم آلوده. با شب تو من سرطانم، گم کرده راهم حیرانم. یارب بی وفا نداره با کسی زنده.
پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.